شما عزیزان، امیدوارم حال همتون خوب باشه و امروز با اشتیاق آمده باشید که کلام خدا رو بشنوید و از کلام خدا برکت بگیرید. جا داره قبل از شروع جلسه یک بار دیگه همدردی خودمون رو با خواهرمون هاله ابراز کنیم و فوت مادرشون رو تسلیت بگیم و برای ایشون و خانوادهشون از خداوند تسلی بخوایم که اونها رو تسلی بده و همراه اونها باشه. خدا رو شکر برای امروز که این فرصت باز مجدد داده شده که از کلام خدا با شما عزیزان صحبت بکنم. همونطور که خواهرمون سمانه از حزقیال باب 37 آیات 1 تا 14 رو قرائت کرد، این متنی رو که امروز ما خوندیم متنی هست خیلی زیبا. حالا میگم چرا زیبا. اول اینکه عنوان صحبت امروز من خداوند احیا میکند. در زمان نگارش این کتاب قوم خداوند در تبعید هستن. یعنی اول ما باید ببینیم حزقیال برای چی داره اینا رو صحبت میکنه، راجع به چه چیزی داره صحبت میکنه. اینه که قوم خدا تبعید کجا هستن؟ در بابل هستن و اونجا اسیرن. اونها به واسطه نااطاعتی و گناه در شرایط بسیار بدی قرار داشتن و از هر سو امید خودشون رو از دست داده بودن. مثل اینه که شما به یک شخصی که زندانه و حکم ابد به او داده شده، شما بهش بگین نگران نباش، میای بیرون. یعنی اون شخص میگه حالت خوب نیست، من حکم ابد به من خورده، یعنی من تا پایان عمرم باید توی این زندان بمونم. گویا حزقیال در چنین شرایطی داره چیزی رو خدا از اون میخواد که نبوت بکنه، چون اینها اسیر بودن یا برده شده بودن و در اون زمان بردگان نیروی کار بودن، ثروت یک کشور محسوب میشدن. یعنی کارگرانی بودن که مزدی بهشون داده نمیشد، اینا برای بازسازی اون کشور از این نیروها کمک گرفته میشد تا خیلی چیزها رو بسازن و هیچ کسی دوست نداشت این ثروتی رو از دست بده. و در اون زمان نه کسی بود اونها رو رهبری بکنه و نه توان بازگشت به سرزمین خودشون رو داشتن. اونها دچار مرگ روحانی شده بودن و از نگاه انسانی امیدی برای احیای اونها وجود نداشت. اما مردان و زنان خدا در حال دعا بودند. اون بقیت اسرائیل، اون تعداد محدودی که در اسرائیل بودن و همیشه وفادار بودن، اینها در حال دعا بودن برای نجاتشون از این شرایط، تا اینکه خداوند یهوه از طریق نبی خودش حزقیال عمل میکنه. وقتی قوم خدا در بحران بزرگی قرار میگرفت، یک نوع ادبیات نگارشی بود به نام آپوکالیپتیک. یک ادبیات نگارشی بود به نام آپوکالیپتیک که برای دوران بحران گفته میشد و نویسنده از این ادبیات استفاده میکرد برای نگارش. اگر دقت بکنیم کتاب‌هایی مثل کتاب دانیال، کتاب حزقیال، کتاب زکریا و مکاشفه رو اگر نگاه بکنیم، اینها از این نوع ادبیات استفاده میشه که در دوران بحران نوشته میشه برای احیا و تجدید ایمان افراد نسبت به خداوند. خداوند یه سری حقایق رو به کسایی نشون میده که از نگاه روحانی بیدار هستن. شاید برخی افراد برای ما به وجود بیاد میگیم چرا خدا با من حرف نمیزنه؟ چرا دیگران میگن خدا تو قلبم گذاشته، خدا این رو به من گفته، ولی بعضی از ما انگاری هیچ چیزی رو حس نمی‌کنیم. نکنه یا اونا الکی دارن میگن یا ما مشکلی داریم. یعنی یکی از این دوتا باید اتفاق افتاده باشه. میگه خدا با افراد بیدار حرف میزنه. کسی که خوابه شما که باش حرف نمیزنید. کسی که خوابه میگه بذار بخوابه، بلند صحبت نکن بیدار نشه.
اما کسی که بیداره شما باهاش صحبت میکنیم. حالا امیدوارم همه شما بیدار باشید و صدای من رو کاملا بشنوید. حزقیال یکی از اونها بود. خداوند رو انتخاب کرد تا حقایقی رو به او نشون بده. احتمالاً او در حال دعا بوده و خداوند اجازه داده تا حزقیال از نگاه خدا به موضوع نگاه کنه. چون بعضی وقتا ما نگاه میکنیم یه چیزی میگیم غیر ممکنه، نمیشه. مثلا کی انتظار داره سارا که 90 سالش هست، زن ابراهیم، و اصلا این نمیتونه صاحب فرزند بشه، رحمش خوش شده، بعد خدا به او وعده میده که سال دیگه تو فرزند به دنیا میاری. سارای 90 ساله یه پسر به دنیا بیار. مگه میشه؟ بعضی چیزا از نگاه انسانی نمیشه. مگه میشه این شخص عوض بشه؟ مگه میشه چیزهایی در من هست مگه میشه عوض بشه؟ از نگاه ما نه، نمیتونه. ولی از نگاه خدا بله، از نگاه خدا. و خدا داره از نگاه خودش میگه حزقیال بیا اینجا کنار من وایسا. چی میبینی؟ چی میبینی؟ چیزی که من دارم میبینم تو هم میبینی؟ میگه بله، این در این وادی که ما هستیم استخوان‌های زیادی رو دارم میبینم. قبرهایی هست که توشون استخوان‌هایی وجود داره که این استخوان‌ها سالها ازش گذشته. نمیدونم تا حالا استخوانی رو دیدین که مثلا خیلی ازش گذشته و خشک خوش شده، یعنی یه ضربه اینجوری بزنی بهش میشکنه، ولی بعضی استخوان‌ها هنوز چیه؟ تازه است. یعنی اگه با چکش هم بزنی روش خورد نمیشه، هنوز اون سفتی خودش رو داره. گویا استخوان‌ها با یک ضربه خرد میشه. از نگاه ما مردم در حال زندگی‌های خودشون هستن و این افراد ازدواج میکنن، جشن میگیرن، در بزم‌ها، شادی‌ها، مسافرت‌ها، اینها همه دارن این کارها رو انجام میدن. کنار هم میرقصن و خیلی کارها انجام میدن، خرج میکنن و برخی برعکس در فقر، در بدبختی، در بیچارگی زندگی میکنن. اما از نگاه خدا انسان بدون خدا انسانی مرده است. از نگاه خدا انسان بدون خدا مرده است. برخی از اونها سالهای پیش مردن و استخوان‌های اونها در حال پوسیده شدنه و هیچ رطوبتی در استخوان دیده نمیشه و کافیه به اونها ضربه بزنیم تا پودر بشن. برخی آدم‌ها در سن جوانی میمیرند. برخی آدم‌ها در سن 30 سالگی میمیرند، در سن 75 سالگی دفن میشن. یعنی شما با یک مرده متحرک رو در رو هستید. نفس میکشه ولی نه امیدی داره، نه آینده‌ای رو حس میکنه، نه چیزی رو درک میکنه. تعداد این آدم‌ها کم نیست. اونها با جشن‌ها و شادی‌های زیاد میخوان تنهایی‌های خودشون و نگرانی‌های خودشون رو مخفی کنن. اما زمانی میرسه که دیگه این جشن‌ها و بزم‌ها جواب نمیده، چون ساختار درونی اونها کاملا فرو ریخته است و هیچ چیزی دیگه خوشحالشون نمیکنه، حتی یه خبر خوب. اونها مثل مردگان در حال تحرکن و همه از اونها قطع امید کردن که این شخص دیگه آدم نمیشه. این شخص اعتیاد داره و هر کارش میکنیم ترک نمیکنه. این داره زندگی خودش رو از دست میده. اینها انگاری دیگه احیا نمیشن. یا در کلیسا این اتفاق میفته. شاید باورمون براش سخت باشه که مگه میشه در کلیسا هم ما وادی ها داشته باشیم. بله، در کلیسا هم ما وادی ها داریم. کسایی که بارها تعلیم گرفتن، موعظه گوش میکنن ولی انگار هرگز احیا نمیشن. یعنی اگر این موعظه ها رو تو قبرستون میگردی یه مرده زنده میشد، ولی اینها نگات میکنن ولی نمیفهمن چی داری میگی، یا میفهمن ولی در 5 دقیقه بعد یادشون میره. انگاری کلام خدا مثل یه بادی از کنارشون رد میشه، فقط اینا بادو حس میکنن ولی هیچ چیزی رو درک نمیکنن. یعنی روی زندگی تأثیر نمیذاره. شما وقتی یک نمک رو به خوراکتون اضافه میکنید طعمش رو عوض میکنه. مگه میشه ما کلام خدا رو گوش بکنیم رو ما هیچ تأثیری نداشته باشه؟ کلامی که خدا داره به حزقیال میگه اعلانش کن، نبوت کن،
یعنی کلام زنده است، کلامیه که استخوان‌های خشک شده رو احیا و تازه میکنه. حالا اگه استخوان‌هایی در کلیسا در وادی هست، باید با کلام خدا احیا بشه، با نبوت‌ها باید احیا بشه. ولی چرا برخی تغییر نمی‌کنن؟ برای اینکه نمیخوان، برای اینکه دور هستن از خداوند. هر چقدر دستگاه شکر رو دیدین، افرادی که قلبشون از کار افتاده این دستگاه شکر رو میزنن روی سینه تا این احیا بشه، هر چقدر این افراد رو دستگاه شکر بهش وارد میکنی یه تکونی میخوره، باز دوباره دید قلب کار نمیکنه، دوباره میزنی دوباره یه تکونی میخوره، دوباره دید تکون نمیخوره. برخی ایمانداران شما الان ببین 10 سال دیگه هم ببین همونه، عوض نشده، هیچ تغییری نکرده، شاید هم بدتر هم شده باشه. شاید فیض خدا رو اینقدر دیگه لوس کرده براش که دیگه فیض خدا رو نمیفهمه یعنی چی. و خطرناکترین آدم ها کسانی هستن که فیض خدا رو دریافت میکنن ولی ارزشش رو نمیفهمن. اینا خطرناکترین آدم ها هستن، چون که کلشون پر از الهیاته. میخوای نصیحتشون کنی با الهیات جوابتو میدن، میخوای محبتشون کنی با الهیات تو رو دور میکنن. اینها درست بشو انگاری چیه؟ نیستن، تغییر نمیکنن. به ظاهر واعظان خیلی مشهوری هستن ولی در عمل مردگانند. اینها در سن 30 سالگی مردند ولی کلشون پر از الهیات و فقط زمان دفنشون باید برسه که اینها انگار باید دفن بشن. آیا این وادی برای امروز ما هم هست؟ بله، ما هم میتونیم به تبعید بریم، ما هم میتونیم به واسطه گناهانمون به تبعیدگاهی بریم که خودمون رو اونجا زندانی بکنیم. جوابش مثبته. چه کسی ما رو به این وادی میکشونه؟ چه کسی ما رو به این وادی میکشونه؟ نفس ما که نمیخواد از خداوند اطاعت بکنه و ابزارهایی مثل بی‌تفاوتی. ما میخوایم یه کار مهمی رو انجام. عزیزان هستید؟ بله هستیم. خب چه کار بکنیم؟ نمیدونم. میخوایم این کار کنیم؟ حالا ببینیم. خب چی فکر میکنیم؟ هر چی شما بگید. این اصلا یکی فکر کنه، یکی ایده‌ای بده، نظری بده. اینا بی‌تفاوتن. یعنی شما یه شور و شوقی رو در اینا نمیبینی. یعنی آدم با شور و شوق بیاد یه چیزی رو بگه، قیافه اینا رو ببینه، اصلا دیدی یه نفر میخنده میگه خوبی، بعد طرف جوریه، بعد شما حتی لبخندتون دوباره برمیگره، شما هم جدی میشین. اوکی خداحافظ. یعنی چیزی برای گفتن نداریم. بی‌تفاوتی، نبود تمرکز در زندگی و شنیدن کلام خدا. اینا چیزایی هستن که ما رو به وارد وادی میکنن، یعنی ما رو از خدا دور میکنن، ما رو میبرن به جایی که خشک میشیم، یعنی هیچ تراوتی در ما وجود نداره. فضای مجازی مثل اینترنت، مثل سریال ها، مثل بازی ها، گیم ها، فضای اینستاگرام، فیسبوک، تیک تاک و خیلی چیزهای دیگه رو شما اضافه بکنید، همه اینها ما رو خشک میکنه. اگر ارتباط شدیدی با خدا نداشته باشیم ما رو خشک میکنه، مغز ما رو خشک میکنه و اجازه نمیده که ما در اون تراوت و تازگی با خدا باشیم، نمیذاره ما احیا بشیم. و بعضی وقتا ما فکر میکنیم یه روز اومدن به کلیسا خدا رو راضی میتونیم نگه داریم. حالا هفته یه روز یک شنبه ما میایم کلیسا دیگه کافیه، نه؟ اما همون یک روز هم مثل کسی رفتار میکنیم که نبود اینترنت، نبود مواد خمارمون میکنه. یعنی در همون لحظه‌ای که ما اومدیم کلیسا نمیتونیم برای نیم ساعت کلام خدا رو گوش بکنیم. تو نیم ساعت ببین چجوری جنب و جوش میخوریم، حالمون خوب نیست، مثل آدمای خمار هست بدنشون رو میخارونن، میخوان برن تو گوشیشون، میخوان برن بیرون، میدونی میخوای نگرش داری، میدونی حالش بده، برای اینکه خماره، برای اینکه احتیاط نمیذاره یه جا ثابت وایسه، برای اینکه هر روز اینجوریه. حالا وقتی از فضای مجازی میاریش بیرون تو فضای واقعی دیگه موبایل جلوش نیست، گیجه، سردرگمه، آدم‌ها بزرگن،
صفحه نزدیک نمیشه. بعضی وقتا میخواد چهره آدما رو اینجوری بزرگ کنه، یعنی بذاره رو موبایلش بزرگ، میبینین دوره، نمیشه، حالش بده. برای اینکه دنیای واقعیش اینه. این میشه دنیای واقعیش. اینجا میشه وادی که ما رو خشک میکنه، ما رو از خدا دور میکنه، ما رو به اون جاهای پست میبره و این افراد گویا خمارن در این روز، بس شدن به فضای مجازی و نگاه کردن به صفحه موبایل. اینها چیزهایی که ما رو وارد وادی میکنه. ما در خارج از کشور در حسرت بازگشت به وطن هستیم. بعضی وقتا ما میگیم که ای کاش یه روزی بشه ما دوباره تجدید خاطرات بشه برای ما، دوران کودکی ما، محله ما، خاطراتی رو که در گذشته داشتیم و گویا ما در یک وادی خشک داریم زندگی میکنیم. و خیلی جالبه که مردم ما در ایران در حسرت خارج از کشور هستن و چه آدم‌های جانشون رو از دست دادن تا وارد سرزمین موعودشون بشن، یعنی اونجا رو وادی میدونن. دقت کنید، ما اینجا رو وادی میدونیم، حسرت اونجا رو میکشیم، اونها اونجا رو وادی میدونن، حسرت اینجا رو میکشن و این تکرار وادیه. چه داخل ایران باشیم یا خارج از اون، اگر حضور خداوند با ما نباشه، ما همچون استخوان‌های خشک که نه رگ و نه پی و نه گوشت و نه پوست نداریم و روح خدا در ما نیست. میتونیم هر جا باشیم ولی روح خدا در ما نباشه. در مزمور 23 آیه 4 میگه حتی اگر از تاریک ترین وادی نیز بگذرم، حتی اگر از تاریک ترین وادی نیز بگذرم. این وادی ها در زندگی ما ممکنه شکل بگیره ولی ما میدونیم که خداوند ما رو رهبری و شبانی خواهد کرد. وادی نشانه قبرستانه که دیگر امیدی به زنده شدن مردگان که در اونجا آرمیدن نیست. اما خداوند قادره این کار رو به انجام برسونه و چقدر امروز ما نیاز داریم به اشخاصی مثل حزقیال که با هدایت روح خدا نبوت کنه و فرمان بده. ای جان من چرا محزونی؟ بر خداوند توکل کن. ای جان من چرا شکسته ای؟ خداوند تو را باز احیا خواهد کرد. آیا شما در وادی هستید یا مثل حزقیال این وادی رو میبینید و زنده هستید و روح خدا امروز به شما میگه نبوت کن، با هدایت روح نبوت کن تا این مردم مرده و دور از خدا مجددا احیا بشن و لشکری برای خداوند بشن و برای او حاضر باشن بجنگن. بدون روح مردم هنوز مردن. در این داستانی که خونده شد میگه من دیدم که استخوان‌ها جمع شد، تکه‌های استخوان‌ها جمع شد. بعضی افراد هستن میگه آخه این شخص الان دفن شده 200 سال پیش مرده، یعنی حتی استخوان‌هاش هم دیگه پوسیده شده و با خاک یکسان شده. خدا چجور اینو قیام میده این وقتی با خاک یکسان شده؟ بعضی افراد اینجوریان. پس جواب اینه، مگر خدا زمانی که خواست خلق بکنه چی گفت؟ گفت بشود و شد. اوکی؟ خدا از هیچ همه چیز را ساخت. حالا اینکه استخوان‌هاش پودر شده در خلقت که وجود داره، پس یه قدم جلوتره، وجود داره، درسته؟ فقط خدا کافیه بگه جمع شید، ای استخوان‌ها جمع شید و اینها به اذن خداوند دوباره استخوان‌ها کنار هم قرار گرفت و میگه دیدم. اینا رو در رویا میبینه، میگه و دیدم که این استخوان‌ها که جمع شد شروع شد روش رگ‌ها اومدن، پی اومد، ماهیچه‌ها اومدن و بعد در نهایت روی اینها پوست فرا گرفت، اما باز مرده بودن.
چون روح در آنها نبود. و خداوند فرمان داد که بادهای چهارگانه، گویا انگاری این روح‌ها اینجوری در هم تنیده میشن و مثل یک باد میشن و در حال گردشن انگاری. و میگه فرمان بده که این بادهای چهارگانه می و روح رو برگردونه. این روح‌هایی که انگاری سرگردانن برگردن در جسم قوم من تا اینها زنده بشن، احیا بشن. و میگه من این کار رو کردم. و این در مورد اسرائیل داره صحبت میکنه، اسرائیل تبعید، که این اسرائیل امیدش رو از دست داده، همه چی رو از دست داده، اما آرزوی بازگشت به خانه رو داره و خداوند اینجا داره احیا میکنه قوم خودش رو. من نمیدونم شما در وادی هستید، مثل حزقیال هستید، مرد دعا هستید، یا شاید اولین بار میشنوید اصلا چنین داستانهایی رو، اما اگر با خدا گام برمی‌دارید، خدا میتونه از شما استفاده کنه برای استخوان‌های مرده. در همین شهری که ما زندگی میکنیم استخوان‌های مرده بسیاری هست که نیاز به فرمان ما داره، نیاز به نبوت ما داره که نبوت کنیم برای این شهر، نبوت کنیم برای خاندانهامون، برای نزدیکانمون و اعلام کنیم ای استخوان‌های مرده، ای کسانی که روح خدا رو ندارید، ای کسانی که از خدا دور افتادید، ای کسانی که به ظاهر زنده اید ولی در عمل مرده اید، بازگشت کنید. از خداوند بخوایم که این افراد احیا بشن در حضورش. این افراد وقتی احیا و تازه بشن میتونن برای خدا مثمر ثمر باشن. اما اگر این افراد به حال خودشون رها بشن بدون امید، چه خواهند کرد؟ چه سرنوشتی در انتظار اونها خواهد بود؟ باشه که خدا قلب ماها رو لمس بکنه تا بتونیم این وادیه ها رو ببینیم و نبوت کنیم و اعلام کنیم که خداوند قادر چنین کارهایی رو برای قوم خودش و برای انسانهایی که او خلق کرده انجام بده. سرهای خودمون رو خم کنیم در حضور خداوند و دعا کنیم.